him now. ترسناکترین و خطرناکترین زندان و منحرفترین زنها که تو این زندان قرار دارن یک نگهبان استخدام میکنه که نگهبان شبانه روز به تمامی زندانها و زندانبانیها دستور میداد و اونا رو شکنجه میکرد. نگهبانی به اسم سان یه روز با یکی از زندانی ها دعواش میشه و خر تو خر میشه و نگهبان اونو میزنه، اما یکی از زندانی ها که خیلی قوی بود اونو در حد کشتن کتک میزنه. روز بعد اونو منتقل میکنن به زندان زنان و در زندان زنان هم زنهایی که با مشکلات روانی در ارتباط هستن باش وارد رابطه میشن و این نگهبان با هر کدوم از این زنها رابطه جنسی برقرار میکنه و هر شب اونا رو و بعد یکی از فرمانده ها به سر میرسه و یکی از دخترها میگه که اون هر شب ما رو تجاوز میکنه و در صورتی که خودشون دلشون میخواد. یه روز پسره رو اونقدر میزنن که پسره پاش به دفتر رئیس زندان باز میشه. رئیس زندان ازش سوال میکنه که چرا اینجوری شدی؟ اون میگه که باید دوربینا رو چک کنی و من هیچ حرفی نمیزنم. توی زندان‌های گردن کلوف این نگهبان بیچاره گرفتار زن‌های هوس‌باز و تا حالا بیرون ندیده رو گرفتار میشه و وقتی که این نگهبان رو به برج مراقبت میفرستن اونجا هم خرابکاری میکنه و میگه که من این کارا رو نمیکنم و از سر خود این کارا رو نمیکنم. اونو دوباره به زندان زنان میبرن و باز هم به زنها تجاوز میکنه و این باعث میشه که اونو اخراج کنن و به 3 سال حبس در یکی از زندانهای نزدیک به اونجا حبس میشه. دوستان این ویدیو هم به پایان رسید. اگر میخواید این فیلم رو ببینید وارد کانال تلگرام بشید و کدی که توی این ویدیو مخفی شده رو پیدا کنید، توی تلگرام سرچ کنید براتون بالا میاره.